بازی بکنه و سی ببینیمش سرششونه سر جریانشونه که بودی خواندن تا با هم بریم به خواهد داخل شکال دار خب یه روز دبرم حالا به تاقید ما رکام ارزان بدیم از کاری مانی تا حالا برم داشته تا ما بریم آقایده داشته بود بهتر همه از سم را اگه خواست بود دموکراس سر زمان باز کنم ایدر خون گفت پیز گفت شکنو تا با هم رفتیم بیو هانیه او شاید به ترسیمی چنو تا خون کلیماتوار توضیح فاطمه که هیا همه چیز خراب میکنه نه خوش با ماشین یا روز مازی واسه مزاد تا بحث راست چه خواهانه نموده روزی برو برم یا مثل زنکی نمزان واسه نمشه ماشین یا یا من نه همه زمان صافیه یا مثل مزادی شما ماشین یا لرده مخلط زمان استفاده هانیه یه بگی با فاطمه صحبت چه دیسی ما که میخوام برم پیش چیز دوباره باید کنم یعنی الان تصمیم خدا جی خیلی دارگاه باشه نه تصمیم خدا بگی چون دارگاه هر بیزدی هم مهمه باشه نه هم تیکتی هم زندگی کنم هم تیشه چی یه روزی غم اشتری یه روزی غم تیکو حالا اگر ایان شکل با دعوا که اوزی خیلی سکنی؟ الان سیمون شاید فشک
سلام بچه. خوبین؟ آیا شما شکیل خانم را دیدین؟ همین همسایتون؟ تازه والا دیدیمش در اتاقا رو قفل کرد و قای ماشینی رد. فکر کنم زودتر از امیر اینا به دادگاه رفته. دوباره سوسکا الو صدا ستوری قربونت چه خبر کورینی چه میخونه و تنها بیا آدمایی نیرنه گفتم بیکاری بیم هم میشینیم یا ماشین رو خونه نگاه با ماشین بریم مثل فقط سرسه ها هنری الهام چی محسان پیدا چه نه چه محسان برام ورود دوباره
So, please. هیچی فاطمه گفتم ولی فاطمه بهتر صحبتی چه درست صحبتی چه گه دای میرم جریان هلی کنم دام رو رزم دادگاه فاطمه باش صحبت چی که باید هانیه هم بیا در مادرش بخیر هم در پدرش بخیر در راحت و بیرون رو سی اید جریان سی اید ورد نارادیم ولی سده خیلی خوب بیست در بچه بیتری بیا سرم بزنه برام سرش بزنم بزنه بهتر اون همه موقع رفتیم مرغ شهستر باستاینا نکو رفتیم آره اون موقع چی ست تخملی بیارمش منم مثل باستایی هر اون موقع بیره شکر رفتم خیالم راحت بیچ هانیه بیا های در بخری و بونه بیچ هانیه بیا در بخری صبحی ترم رم هم سر ماشین باش بسونم هم سر ساختمونه بگم هانیه فاطمه هم سر داره همه چیز چپ تا سر شونه بشو بسونم بشونی کنم چه بویلش کنم بره برای ناصر گازت سوی راست نبخه دیدون شما مای دالگاه پاسگارم اصلا آردن هم نبیتم فکر دالگاه پاسگارم نه خواهد هوش مکنی چاردن مبیزم یا خود داشو هبیر کنم سی خرزیم
بیارم این دسته به هم شروع آردل جهنم بعد ایران نزدیک و آردی که تاونیه و بهتر بی این آربیز فیده نرامه باب رم و آربیز همیه زیتا یکیزش اون ایجل او آردلی که تاون یاری بیزش آری خودش بیزم استخراسته و میتونم ستی فردا چه حتما بریسم یا خودم هدیر کنم پاسه دستمان دردی دستمان زمان تکر شده و دردی ساره نیست میگه که بترم هانیه نده بیارم پیش خون و خیالم راحت بشه باید حتما ها بریزش تا احساسی فاطمه و هانیه خیلی ناراحت بیام اصلا دلم نمیخواست از زندگی کنم امیدی اصلا از زندگی هم نمی ولی اون رو که در رفتم دادگاه به هانیه باید بیا تیت باز زندگی کنه هم یا پیش پدرش هم به پیش مادرش خیلی اصلا راضی و بیرم خوشحال و بیرم چه هانیه بیا همی تیم برای با این رفیق باشه دوزی بکنه و سی ببینیمش سرششونه کنم لباسش بشورم خیلی در راضی و بیرم خوشحال و بیرم هانیه آزی ممنون که داخل دادگاه او حرف زیدی خواهشی کنم ولی فاطمه چیزی دوباره نیایی دم حیات با او عباس خمون اذیت کنی نه چیزی قول داگ دم زاهم تونی بویم فقط تو وجرتش دم زاهم بویم بابا او رو کورو رفت داخل مغازه و سیره بسونه نه خاطر جزی خب اینا خاطر چه نیست؟ بله
این بگذار شکل باید این ماسا بریم Njaca. سلام
داخل بود ساعت تشیاع که جواب کنیم. نه لا بهت یه آتیش درست تا جواب درست نمیشه. غالی داخلی هست. رفتیم داخل دادگاه که چی شد؟ برو صحبت کردیم دا هانیه هم حرفش از دیگه دادگاه بی نظر هر کاک نبود هانیه دو چه خام چند روز اونو باسم چند روزم که برو باسم بچیدم قول داشت نیستم مزامن سی که به او ایزاد نگیم بلی سکو تو مطمئن هم دوباره شکلی گویر مزامن ایزاد کنی نه شروع خوش گو مشکلش به هانیه بی وقتی هانیه که خام هم تیشت سی کنید تا مشکل شد دامی حرف از نوادا حرف بوده که شروع کنه همه شروع کنید هانیه بری برو داخل بیا هانیه اماره که تا بیان خوردش کنم چه با ایگان عباس حالا هانیه می داخله خواهی حرف بزنم بیا بیره خواهم باز حرف بزنم این هفته بیچه هانیه من گفتش سر جریان چونه که به اوگی خواهم زن بسونم یعنی چی هست؟ ها برمتون نیست آنی نباید گو ها آن حرف بزن هانیه جوری هم درست گو من خوشه چی تلاقدان همه چی تموبی خواستم به نظری انتظار ما داری تا آخر آن مزرد بمونه خب به نظری ما اصلا فکر چی حرف از دونه بی یعنی چی واقعا تو چی تصمیم گیری میگیری چه اون مشکل حل میکنیم دوباره قیم کار دارم وجود بیاریم با همه چی همه مشتقصا با یه لحظه بیا سارا ای گوید چه توی خانه این منظره به چشم بی تا جا پوتر اون منه سیکو ایه همین تا هم میرینی این مازران ما تو خوشگره هم تا هم میرینی این منم منظره همینی خواستم با خود صحبت کنم آتیده همونه گفتم تهانیه حرف نزن یه دهلقیه عباس ای گوید چه تو هانی فرم من را مازران همین زن گرفته دیگه خان زمیجران و فاطمه گفتشه حالا دیگه هم وجه طوری نیسته تو که معلوم فاطمه که نومد مخالفم یادسه اگه تصمیم زدی وجه بگو اگه تصمیم زدی یعنی سری مازران نه هم مثلا تا فاطمه نرفته دانش میگم شاه الان بالا کنم میرم با فهم بود هر کی بازن بزن بگم باز شی کنه برم مادر بزنه تو بره نگویم میتونی بوسیم تا آخر عمرمون بالاخره تخلق دانشگاه ما الان خواهی چی ما الان غذا درست کنیم با چی درست کنیم حالی خیلی برم مدرسه خب این حرف درست ولی واقعا اون مشکل حل نشه دوباره این حرف بزنیم اصلا نظر منم پرسیم من نظر پرسیم من نظر من در جای مثلا وجود آوردیم تازه خیلی مثلا صحبت از صبر تازه خیلی صحبت کنیم اصلا شما نظری ما نه پرسیم ما مخالفیم یا موافق من نگفتم تهانیه صحبت نکه دهلقه مستقیم با خود صحبت کردی آخرش میخواستم بفهمیم بکن این تصمیم رو خود گرفتی این مادران واسه زیتر همه نگفتی ما تمام تلاشمون می‌کنیم که این مشکل حل کنیم به او دای برگردونه هم مستقیما یه حرف از اون درو می‌زنیم
یادت راحت اینه دیگه وقتی طلاق قصت از اون صدقه خیلی دوباره برگرده هم یه چیزی خیلی گوش من بذار چی ده هی طلاق چه این مشکل حل کنم واقعا شما درک میکنم اصلا یادت راحت اینه که بگوید یه برگرده به هر ایزن فایده نهاره یه هم نیبوید تا آخر عمر اقدار ضرر بمون ایگو مثلا اون هانیه پیچیدی حتی به نظر میتونه چیه دیگه یعنی تو خود موافقی بخواد درد بسونه من فرقی با حالو میکنه تو زرد بسونه تو نسونه من جدی اطلاع برسن همین دوم چی یکم اطلاعش کن که برای علم شما هم برای خیال فاطمه ما باید بگیم مثلا پس ما ها ما ایگو اصلا نه که نشا قصد تو یه بیچی مونه بچشونیم تایره اصلا قصد تو دادگاه نبی حتما واسه این ماجرا رو مطرح کنیم نه نسیم صبح پشت گوشی بگوییش سیم این ماجرای دادگاه آوردی نسبت تا این همه رن بیام تایره الان می‌خواستین اصلا نظر من اصلا سی تو مهم نبی فقط این ماجرا رو مطرح کردیم و نظر مهمی که بریم دادگاه رسم مهمی خبری شکایت چی می‌دوی اصلا مشخص نیست چقدر میام میاد با هانیه صحبت یه بار باشا میا بار با هانیه صحبت کنم هانیه در جا راضیه ما صحبت کنیم دوی شکایت چی میگه آقا به چه میخوام خب الان من هانیه راضیه بگه چند میخوام چرا بعدا دوی تو دادگاه سه معتبرت تا دوی تو نه ما رفت دادگاه خب این موضوع چه آوردین است واقعا زندگی نمیشه یک سال خبر نداشتم خب این وسط ما چی کنه که الان یا اون رفت با یا عباس با یکی باید داخل منزل بود که غذا درست کنه یک مونی بپزه راضیم چی بوزن تو الان بچی را مدرسه تعمیرای دانشگاه چی سیشو پخت می‌کنی چی سیشو قضا همین توش همین دیگه نون پخت با چی نون ولی یعنی یه روز اعلام بپزه درو اعلام بپزه آخرش خب این حرف ایشان درسته ولی ایشان حداقل این موضوع برام در جریان بریشه همین نقصی اون شاد تو این موضوع مطرح کردینه به تا خود این مسئله می‌داشتی نظری ما اصلا تو مهم نیست